ما در شخصیت مردان فرزانه ملتمان به مثل شیرینشاه شاه تیمور و همصفان او، فرزندان فدایی، مبارزان حقیقی وطن، آزادی، استقلالیت دولتی، وحدت ملی و رشد همه‌جانبه سرزمین باستانیمان را می‌بینیم و قدرشناسی می‌کنیم. امروز در وطن عزیزمان آرزو و نیت‌های نیک شیرینشاه شاه تیمور و ده‌ها رادمردان ملت دوست و میهن پرست از قبیل آرمان و هدف‌های نجیب دولتداری ملی، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی، ارزش‌گذاری به زبان مادری و رمزهای دولتی، بزرگداشت فرهنگ ملی و ارزش‌های والای تمدن جهانی عملی شدند و شده ایستادند. و اطمینان کامل داریم که کار و پیکار و مهر فرزندان سرسپرده ملت که مثل شیرینشاه شاه تیمور هستی خویش را برای سرسبزی ملت و پایداری دولت صاحب استقلال تاجیکان بخشیدند، اثرهای عصر در دل خلق باقی میماند.